به نام و یاد خدای مهربان. سلام خدمت یک شما عزیزان، امید که همگی خوب و خوش باشید. بازم در خدمت شما عزیزان قرار داریم. ما را تا آخر از این برنامه دنبال کنید. بازم آمدیم در خیاطی. لباسایی که خواهر از ما از کشور امریکا آردر داده بود اینا را آماده کردیم و دو خواهر دیگه از ما از کشور نروژ. اینا را ما لباساش را آماده کردیم برای شما عزیزان به تصویر میکشیم. شما سعی کنید اگر شما خوش کردین از این نوع لباسا شما آردر بدین که طبق از اینا خلیفه های خوب از ما بخش شما آماده کنه. اینا دستش درد نکنه، زحمات زیادی میکشن که لباسای قشنگی را برای شما عزیزان آماده کنه. شما بیننده باشین تا آخر از این برنامه که ما لباسا رو برایشون نشون میدیم. هر کدامش خوش کدک با همین لمبر که روی اسکرین تلفنتان میبینید به همراه ما در تماس شوید. شما ما را همراهی کنید. ما لباسایی را که آماده کردیم این نوع لباسا را در برای کشور امریکا 3 دانه یک رنگ که گفتن اینا را آماده کردیم. دیگه این از لباس هم گفتن دیگه 5 دانه از این لباس گفته اینا کلا برای کشور امریکا هست. دیگه شما پیش باین که اینی طرف هم هست. این لباس های سفید که پیشتر گفتم که اینا را از کشور امریکا 3 دانه یک رقم آردر دادن اینا هستن. دیگه اینی از کشور نروژ اینی واسکدار آردر دادن که ما برایش جور کردیم. سیاه قشنگ جور کرده، دست خلیفه درد نکنه واقعا. که دیگه یک لباسی که ایرم یک آقای از ما این تبا لوتو نشده، تازه کارش کم کم خلاص شده. ایرم از کشور نروژ ایرم آردر دیده. دیگه بخششیم بگیم که نه شما کلی همین چیزها را میبینین که ما برای شما نشان میدیم. لباسای بخمل امبرلا اینا را در کشور امریکا اینا را آردر داده که ما برایش جور کردیم. این دیگه شون دبولو هست. این لباسای دستدوزی هست، لباسای شال ماشینی از این ترازایی که دامن بسیار پراخ و کلان داره، 6 متر دامن داره. از اینا هم لباسای دستدوزی هست که کشور امریکا اینا را سفارش داده و این هم لباس ماشینی ها. دیگه این نوع لباس ها را ما آماده کردیم. شما بیننده باشید. باز هر کدامش خوش کردیم عکس اسکرین شات بلدی از ما رایی کنین، باز ما بلدی از شما عزیزان هم آماده کنیم. دیگه خلیفه از ما دستشان درد نکنه، زحمات زیاد کشیدن اینا را بسیار عالی و قشنگ آماده کردن. خواهرای عزیز تشکر تا یادم که ما را همراهی کردین. این لباسایی که ما آماده کردیم خلیفه خوب از ما اینا را جور کرده. شما مگر آردر داشتین حتما برای از ما آردر بدین که ما این لباسای قشنگ را برای شما آماده کنیم. امید که خوب و خوش باشین. وقتی خوش میخوایم تا برنامه دیگر. خدا یار و مددگارشون.